همه چیز توی شب سرد و تاریک در سال 1353 شروع شد. 18 تا بچه که همشون از سن 4 تا 15 سال سن داشتن در روستاهای اطراف مهفام غیبشون زد. هیچ صدا و نشونه‌ای ازشون نبود. خانواده ها وحشت زده تا صبح چراغ به دست توی کوه و جنگل دنبال بچه ها میگشتن. بالاخره بعد از کلی گشتن دمدمای صبح توی اطراف جنگل های مهفام 2 تا از بچه ها رو پیدا کردن. یکی از بچه ها اسمش ابرین بود، اما بقیه چی؟ هیچ ردی از اون 16 تای دیگه پیدا نشد. تا آخر این داستان عجیب و ترسناک با ما بمونید تا قدم به قدم بریم به دنیای ماورا، به کابوس سیاه. ابرین و اون یکی بچه تا چند هفته زبونشون بند اومده بود و حتی یک کلمه هم صحبت نمی کردن. اما بعد از چند هفته ابرین بالاخره زبون باز کرد، ولی چیزی که گفت خواب و خوراک رو از همه گرفت. ابرین تعریف کرد اون شب من کنار خواهرم و برادرم خوابیده بودم که یه سری موجودات اومدن. شبیه آدم بودن ولی انگار انسان نبودن. انگشتای خیلی دراز و باریکی داشتن. انگشتای درازشون رو توی حلقم فرو کردن که نتونم جیغ بزنم و صدام رو خفه کردن. انگار با یه طناب نامرئی بسته شده بودم و هیچ واکنشی نمیتونستم نشون بدم. داشتن از هر خونه یه بچه رو میبردن. ما رو از پاهامون میکشیدن روی زمین و میبردن. ابرین میگفت ما رو به نزدیکی یه روستای ناشناس به اسم مهفام بردن. ما اونجا هیچ کس رو نمیشناختیم. دوره آتیش بزرگ جمع شده بودن و میرقصیدن. صورتاشون عجیب بود. بینشون یه تعداد بچه هم بودن که از دور شبیه بچه آدم بودن، اما از نزدیک صورتهای عجیبی داشتن و هیچ چیزشون شبیه آدمیزاد نبود. اون شب از بین اون موجودات یکیشون میاد سمت ابرین که اون اینجوری تعریف میکنه. صورت ترسناکی داشت، انگار که سوخته باشه. چشماش سرخ و وسط پیشونیش بود. اومد نزدیک و پرسید تو ابرینی؟ از ترس خشکم زده بود. وقتی ترس منو دید یک دفعه تغییر قیافه داد و شبیه یه جوان خوشتیپ و مهربون شد. گفت نترس، صدات در نیاد، تو رو از اینجا میبرم. ابرین میگه هر چقدر که میخواستم تکون بخورم یا صحبت بکنم انگار یه نیروی ماورایی جلوی منو گرفته بود، تا اینکه اون موجود عجیب انگشتای درازش رو توی حلقم فرو کرد و از توی حلق دستام رو باز کرد. ابرین التماس میکنه که پسرعموش یزدان رو هم با خودش ببره. اون موجود یزدان رو هم بغل میکنه و 2 تاشون رو توی جنگل رها میکنه. بهشون میگه که تا طلوع آفتاب توی جنگل پناه بگیرید، به سمت روستای خودتون حرکت کنید. ولی قبل از رفتن در گوش ابرین میگه مراقب ناره باش. ناره خواهر بزرگتر ابرین بود، اما اون جن ناره و ابرین رو از کجا میشناخت؟ دکتر اون دهستان که اعتقادی به موجودات ماورایی نداشت، بر این باور بود که ابرین به خاطر تب شدید لکنت گرفته و پیدا شدنش توی جنگل به خاطر شبگردی بوده. سالها از اون اتفاق گذشت و هیچ خبری از بچه‌های گم شده نشد و مردم هم از پیدا شدن بچه‌ها ناامید شده بودند و فقط به این امید که این اتفاق قرار نیست دوباره تکرار شه ادامه میدادن. و اما داستان اصلی از اینجا شروع میشه. چند سال بعد از ماجرای ناپدید شدن بچه‌ها، سر و کله یک عکاس دوره‌گرد به اسم فرشید شادی دودان توی روستاهای اطراف مهفام پیدا شد. فرشید عاشق عکاسی بود و برای خودش یک کالکشن از عکس‌های روستایی جمع می‌کرد. اون یه آدم کنجکاو بود که همیشه دنبال جاهای خاص و داستان‌های عجیب می‌گشت. وقتی یکی از اهالی روستاهای اطراف درباره مهفام بهش گفت، بلافاصله تصمیم گرفت بره اونجا رو ببینه. اهالی بهش هشدار دادن مهفام جای موندن نیست، اگه عاقل باشی اصلا اون سمتا نمیری. اما فرشید که اعتقادی به جن و روح نداشت این داستانا رو باور نکرد و تصمیم گرفت که به اون روستا بره تا همه چیز رو با چشم خودش ببینه. صبح زود فرشید با دوربینش راهی مهفام شد. وقتی رسید با یه منظره باور نکردنی مواجه شد. روستایی که انگار از دل یه نقاشی بیرون اومده بود.
جویبارهای روون از وسط خونه ها رد می شدن. باغچه های پرگل جلوی هر خونه‌ای دیده می شد و مردم روستا، مخصوصا زن و بچه ها، چنان زیبا بودند که فرشید از حیرت نمیدونست چی کار کنه. اولش اهالی روستا نمیخواستن فرشید رو داخل روستا راه بدن، ولی فرشید با گفتن این جمله که اونا سلام رسوندن و گفتن که حتما بیا به این روستا. البته که منظورش اهالی روستای اطراف بوده، ولی ساکنان مهفام چیز دیگه‌ای برداشت کردن. انگار که مجوز ورود فرشید همین یه جمله بوده، به روستا راهش میدن. فرشید بلافاصله دست به کار شد و شروع کرد به عکاسی از مناظر و آدم‌های زیبای اون روستای جن زده. فرشید چند حلقه فیلم عکاسی کرد و به خودش قول داد که هر وقت برگشت عکس‌های این بهشت رو به همه نشون بده. 3 هفته بعد فرشید به شیراز رفت تا عکس‌ها رو ظاهر کنه. اما وقتی عکس‌ها رو دید از تعجب خشکش زد. هرچی بیشتر نگاه می‌کردم بیشتر وحشت می‌کردم. عکسایی که گرفتم هیچ شباهتی به این چیزی که دیده بودم نداشت. اون روستای سرسبز، باغچه‌های پرگل و خونه‌های زیبا همشون غیب شده بودن. به جاش فقط یه روستا و خونه‌های متروکه و طبیعت خشک و بیجون دیده میشد. اما بدتر از همه عکس اون آدما بود. اون خانم‌ها و بچه‌های زیبایی که شبیه فرشته‌ها بودن، حالا توی عکس‌ها فقط یه تصویر وحشتناک شبیه هیولاها ازشون ضبط شده. چشاشون گود افتاده بود، صورتاشون به طرز غیر طبیعی کشیده شده بود و بعضیاشون انگار اصلا دهن نداشتن. فرشید نمیتونست باور کنه. اون خودش با چشماش دیده بود که مهفام یه روستای سرسبز و پر از زندگیه، ولی حالا تو عکس‌ها فقط یه سری خرابه و موجودات ترسناک دیده می‌شدن. فرشید وقتی عکس‌ها رو دید مصمم شد که به روستا برگرده و عکس‌ها رو به اهالی اون روستای مهفام نشون بده. وقتی فرشید با عکساش وارد روستای رشیدآباد شد، اون عکس‌ها رو به اهالی روستا نشون داد. همه با وحشت و ناباوری به تصاویر خیره شدن. عکس‌ها برخلاف چیزی که فرشید دیده بود، پر از خرابه‌های خشک و خالی و موجودات عجیب بود. انگار روستای سرسبزی که فرشید توش قدم زده بود فقط یه خیال بود. همونجا بود که فرشید فهمید ناره خواهر بزرگ فرشید هم ناپدید شده. کدخدای رشیدآباد گفت اونا عهد و پیمانی رو که با ما بسته بودن شکستن. قرار بود دیگه کسی رو از ما ندزدن. ناره آخرین قربانی مهفام بود و مردم دیگه نمیتونستن این وضعیت رو تحمل کنن. تصمیم گرفته شد که این بار ساکنین روستای اطراف به همراه پلیس و فرشید به روستای مهفام برن تا دنبال ناره و بقیه قربانی‌ها بگردن. اونا خونه به خونه گشتن. میون انبوه دیوارهای ترک خورده، درهای پوسیده، سکوت سنگینی روستای مهفامو پر کرده بود. مردم به امید پیدا کردن ناره هر گوشه‌ای رو زیر و رو کردن، ولی هیچ نشونه‌ای نبود. حتی اثری از مرگ یا زندگی، فقط جای خالی ناره و اون موجودات ترسناک حس می‌شد. بعد از اون روز ناره هیچ وقت پیدا نشد، اما حتی این هم پایان ماجرا نبود. 7 سال بعد یه روز صبح مردم روستا متوجه شدن که ابرین هم ناپدید شده. هیچ نشونه‌ای ازش نبود. مردم گفتن جن‌ها بالاخره اومدن دنبالش و با خودشون بردنش. ابرین هم مثل 16 تا بچه دیگه و ناره آب شد و رفت توی زمین و مردم اون روستا هیچ وقت جرئت نکردن که به روستای مهفام برن و این داستان برای همیشه سر به مهر باقی موند. داستان مهفام یکی از معروفترین افسانه‌های محلی اطراف کرمانه که قضاوت واقعی یا غیر واقعی بودنش با شماست. امروز یه داستان داریم از یکی از عزیزانی که مخاطب ما هستن که برای ما لطف کردن و ارسال کردن و ما سعی می‌کنیم که برای شما این داستان رو با تصویر روایت کنیم و شما هم اگر تجربیات مشابه از اتفاقات ماورایی دارید حتما از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام برای ما داستانتون رو بفرستین و ما سعی می‌کنیم به بهترین شکل برای بقیه روایت کنیم و به تصویر بکشیم. سلام، من محمد هستم از شهر زیبای زنجان.
همونطور که خواستید میخوام اولین خاطرم رو از برخورد با اجنه رو براتون تعریف کنم. وقتی 12 ساله بودم پدرم از دنیا رفت و من رو به همراه مادر و برادری که تازه به دنیا اومده بود تنها گذاشت. من به پدرم خیلی وابسته بودم. روزهای اول فوت پدرم هر روز وقت و بی وقت سر مزارش میرفتم و بعد از چند ساعت به خانه برمیگشتم. یه روز وسط هفته که خیلی پریشان حال بودم به آرامستان محل رفتم. تنها من بودم و هیچ کس دیگری آنجا نبود. در یک گوشه از قبرستان یک امامزاده بود که مردم برای زیارت به آنجا می رفتن. من سر مزار نشسته بودم و با زبان کودکی با پدرم صحبت می کردم و با گریه و زاری دل کوچک و شکسته خود را تسکین می دادم. در همین حال بودم که دیدم یک زن قد بلند با چادر سفید از پشت دیوار امامزاده به سمت قبور می آمد و وقتی به نزدیکی من رسید سوال کرد اینجا قبر کیست؟ وقتی سرم رو بالا آوردم دیدم که این خانم بی نهایت زیباست. با آنکه کودکی پیش نبودم به شدت مجذوب اون خانم شدم و جریان خودم و آنچه اتفاق افتاده بود و برایش تعریف کردم. الان که نزدیک 40 سال از عمرم میگذره هیچ زنی به زیبایی آن بانو ندیدم. ببخشید از موضوع دور شدم. آن خانم دستش رو روی سرم گذاشت و گفت دیگه وسط هفته و تنها به اینجا نیا. اون زن با دستهاش اشکای منو پاک کرد و بعد از اینکه چشمای منو لمس کرد یه سرمای عجیبی به سراغم اومد. بعد از اینکه به پشت سر من رفت برگشتم تا دوباره اون خانومو ببینم. خدای من، در کمال تعجب دیدم که هیچ کس اونجا نیست. اصلا امکان نداشت که در یک چشم به هم زدن اون زن از قبرستون به طرف شهر رفته باشه. یه ترس عجیبه به جونم افتاد. هنوز صداش تو گوشم بود که میگفت دیگه وسط هفته و تنها نیا. سریع از جام بلند شدم و با تمام سرعت به سمت خونه حرکت کردم. وقتی به خونه رسیدم مادرم با دیدن من گفت کجا بودی؟ چرا چشمات کبود شده؟ منم تمام اتفاقات رو براش تعریف کردم و بیچاره مادر که نمیدونست حرفامو باور کنه یا نه. شب موقع شام خوردن هیچ اشتهایی نداشتم به غذا. حال بدی داشتم و وقتی به رخت خواب رفتم و دراز کشیدم بعد از اینکه خوابم برد خوابای پریشون زندگیم شروع شد. چند روزی از این ماجرا گذشت و من حال خیلی بدی داشتم. یک روز که پدر بزرگم از روستا برای دیدن ما به شهر اومده بود حال خراب منو دید که به مادرم گفت بیایید چند روزی به خونه ما برویم، برای روحیه بچه ها هم خوبه. با آنکه حال خوبی نداشتم ولی خیلی روستای مادریم رو دوست داشتم. من همراه مادر و برادر 1 ساله با پدر بزرگ به روستا رفتیم. پدر بزرگم باغ خیلی بزرگ و زیبایی داشت و من عاشق اون باغ بودم. روزهای اول خیلی خوب بود. یه روز موقع بازی با بچه‌های فامیل دیدم که زنداییم با گریه به خونه پدر بزرگم رفت و من هم از سر کنجکاوی به خونه رفتم. زنداییم با گریه میگفت که دزد به خونش زده و پول نقد و طلاهاشو برده. اون روز همه خانواده دلداریش میدادن که ناراحت نباش پیدا میشه. شب بعد از خوردن شام به رخت خواب رفتم و در خواب برای اولین بار همون خانومی که در قبرستان دیده بودم به خوابم اومد و گفت که داماد داییم پول و طلای اونا رو دزدیده و جای دقیق اموال که داخل انبار گندم بود به من نشون داد. بعد از بیدار شدن از خواب این موضوع رو به پدر بزرگم رو گفتم ولی اون باور نکرد. منم مجبور شدم به خود زنداییم بگم. زنداییم دست منو گرفت و گفت میتونی جای اموال رو نشونم بدی؟ گفتم بله. با هم به اون محل رفتیم. وقتی به محل مخفیگاه رسیدیم دوباره اون زن رو دیدم و با لبخند زیبا و جذابش جای دقیق رو نشونم داد. در کمال حیرت گفته من درست بود و اموال پیدا شد. وقتی این اتفاق افتاد هیچ کس باور نمی کرد که این کودک چطور بانی پیدا شدن این اموال گم شده شد. بعد از اون اتفاق مادرم پرسید چطور از محل پول و طلاها با خبر شدی؟ خواستم واقعیت رو بگم. هر کاری کردم زبونم یاری نکرد و نتونستم که واقعیت رو بگم. الان که این خاطره رو گفتم نزدیک 30 سال از اولین ارتباطم با این موجودات میگذره
و 10 اتفاق دیگری که برام افتاده همچنان با من همراهه. انشالله در آینده خاطرات دیگری رو براتون تعریف میکنم. امیدوارم که هیچ کس گرفتار این موجودات نشه. زندگی من با یک لمس صورتم توسط آن موجود که به شکل اون بانوی زیبا بود باعث شد که چشم سومم باز بشه و هر کجا که این موجودات حضور دارن را به صورت کامل میبینم. در آخرم امیدوارم که زندگی خوب و شیرینی داشته باشید. ممنون از دوست عزیزمون آقای محمد از زنجان. داستان بسیار زیبا و بسیار با قلم عالی برای ما نوشته بودن و من خودم شخصا واقعا لذت بردم. دوستان اگه داستان‌های ماورایی و ترسناک برای ما دارید حتما برای ما بفرستید تا ما با بقیه به اشتراک بذاریم. شما میتونید از طریق تلگرام یا اینستاگرام پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید که ما بتونیم مثل همین ویدیو خاطرات شما رو بازسازی کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ممنون که ما رو حمایت میکنید. توی ویدیوی بعدی میبینیمتون. بای.